دوستان عزیز سلام. نشر نوبتی برنامه ترانسفر در عمل را با مهمترین مطلب‌های بازاری تابستان ترانسفری منظورتان می‌گردانیم. یکی از خبرهای به گفته دوستان فوتبالی توپ این هفته از عالم ترانسفرها آن است که رئال مادرید بزرگ از خریداری یکی از حمله‌وران بازارگذار در 2 سال اخیر ویکتور دیوکرش دست کشیده است. زیرا او ارزشی نهایت گران دارد. ولی خود دیوکرش باشد چند پیش از پیشنهاد سابق مربیش در سپورتینگ روبن آموریم برای پیوستن به منچستر یونایتد دست کشید، در حالی که همگان آرسنال را خریداری احتمالی این حمله‌ور شوئدی می‌دانند، ولی نسبت این اسکاندیناوی واقعا هم طلبات‌ها زیادند. مثلا خود یوونتوس تورین از ایتالیا بهره صاحب‌شوی به دیوکرش یک بار می‌خواهد 8 بازیگر خودی به بازار برآورد. برای آنی که زبرها قریب 100 میلیون یورو بهره خریداری ویکتور دیوکرش در کارت‌های بانکی دسته جمع کنند، آنها را ضرور است که یک زمان عوض کننده رونالدو در دسته دوشان ولاخوویچ، همسر یکی از زیباترین بانوان فوتبالی دنیا دوگلاس لوئیس، چهره برای همگان شناس لوید کلی، به عباره زبان معاصر نونیم دیگر ساموئل مبانگولا، قامت بلند پولشگی ارکادیوش میلیک، دروازه‌بان علاقه نودرکار ماتیه پیرین، فوتبال بازی دیگری قطاری تیم دانیل روغانینه، بلکه روگانی و فیلیپ کوستیچ سربیایی را به بازار برآورند. نفری که البته در دوام موسم سپری شده در اروپا 51 گل زد و بهره گرفتن کفش طلایی برایش اندکی دیگر نرسید، در بازار ارزش و اعتباری گرانی دارد. ولی فکر نمی‌کنم که فروختن 10 بازیگر از برای یک دیوکرش و تبدیل دادن فوتبال به تنیس آنقدر قابل قبول باشد. یا از جانب دیگر البته که این به احترامی نسبت کلی نفران و به مراتب در زمین زدن اعتباری آنان است. بعد آنکه که اینقدر بازیگر تنها از برای یک نفر از دسته بیرون می شود، خیال میکنی که یوونتوس ضد 11 نفری رقیبان دیگر فقط ممکن بود دیوکرش به میدان بیاید. در حالی که چمپیونات جهانی باشگاهی در امریکا بدون مخلصان در منبرها و با وجود یک قطار مشکلات بهره بازیگران در اوج است، در فوتبال روسی والری کارپین به دیناموی مسکو آمد و بازیگران دیگری رستاوی لبیدان را هم به پایتخت آن وطن برد. بعد آن که 2 پیشوای زردپوشان، یکی نیکولای کاملیچنکو به لوکوموتیو رفت و دیگری اسیپنکو هم پیراهن سفید و آسمانی رنگی دیناموچیان را به بر کرد، به قول گپ و چپ زیاد است که هموطنی ما رستم یتیموف هم میتواند که به صف دیناموی مسکو همراه شود. دروازه‌بان منتخب تاجیکستان که موسم قبلی بهترین دروازه‌بان جام روسیه شد و تا فینال مسابقات هم رسید، اخیراً میتواند به دستاورد هرچی بیشتر هم برسد. باشد که چنین رستمان فوتبال تاجیک در فوتبال خارج باز هم بیشتر شوند و رستم یتیموف نیز تواند شامل خبردسته‌های دیگر شود. در حالی که رستم یتیموف میتواند به صف دیناموی مسکو گزارش انجام داده تواند، یک فوتبال بازی دیگری پیوند به تاجیکستان اخیراً با چمپیونات فرانسه خیر و باد کرد. اینجا گپسری دلر کوزیایف می رود که بعد 2 سالی برآمد در لیگ یکم فرانسه در صف گاور اخیراً تیم فرانسوی ها را ترک نمود. دسته گاور هم در نامه خیربادی به دلیل کلی بهترین ها را در آینده خواهند شد و اکنون میتوان گفت که کوزیایف احتمالاً باز هم به چمپیونات کشور بزرگان برگشت انجام میدهد. در کشوری پاستا و پیتزا و ماکارون ها باشد، زمانی که نئاپولیتانی ها کوین دی بروینه را شامل دسته کردند، اکنون طبق آوازها می توانند که با بازیگر دیگری من سیتی شرطنامه همکاری ها را امضا کنند. اینجا گپسری جک گریلیش می رود که یک زمان بر عوض 111 میلیون یورو از استون ویلا به دسته گواردیولا آمد، ولی انیق آنجا چین 100 میلیون یگان کاری بزرگ هم نکرد. از این رو دسته پپ او را با خود به چمپیونات جهان نبرد و او میتواند با کانته همکاری ها را دوام دهد. ولی ناپولی بران است که نمیتواند معاش جاریش در حجم 300,000 فونت را در یک هفته پرداخت کند. اگر کارها میان جانب‌ها درست بگیرند و جک هم به ناپولی بیاید و بعداً سانچو هم شاگردی کانته شود، پس سابق دسته مارادونا میتواند با بازیگران نودرکاری 2 دسته منچستری یک سلطنت نو بنیاد کند.
زمانی که ناپولی با سابقه‌داران و بزرگان یوروفوتبال پرقوت می شود، تقدیر بعدی منتخب ایتالیا به جنرو گاتوزوی جنجالی سپرده شد. در این مسئله ما پیشتر هم گفتیم، ولی اکنون رسما اعلان گردید که دسته 4 کرات قهرمانی جهان را از این پس سابق سرمربی خایدوک از چمپیونات خرواتیا تمرین می‌دهد. گاتوزو اصلا تجربه کمی مربیگری ندارد و سر از کار در سیون شویتزاری سال 13 سال باز دسته‌های مختلف را تمرین می‌دهد. ولی در مسیر اینقدر سالیانی مربیگری اگر گپ سری جایزه رود، تنها با ناپولی صاحب جام ایتالیا شده است و خلاص. ولی از جانب دیگر سپردن تقدیر تیم ملی ایتالیا به قهرمانی جهان و یکی از سابق دفاعگران گپ زن در میدان ممکن که علامت‌های خوبی را هم داشته باشد. گپ دیگری مربوط فوتبال باشگاهی در ایتالیا آن است که باشگاه کومو با سروری سسک فابریگاس بر عوض 17.5 میلیون یورو بهترین ارسالگر گلی لیگ خرواتی مارتین باتورا را خریداری کرد. این مهاجر 22 ساله از دیناموی زاگرب به سری آ آمد و شرطنامه تا سال 2030 امضا کرد. موسم قبلی باتورینا در 33 بازی چمپیونات خرواتیا 11 ارسال گلی به نامش نوشته کرد. نسبت این همشهری مودریچ همچنین دسته‌های مثل ریال، بارسلونا، منچستر یونایتد و اتلتیکو دقت کرده بودند، ولی او سراسیمه نشد و می‌خواهد پیراهی بزرگ فوتبال اروپایی را از چنین دسته‌ها شروع نماید. با گفتن سخن‌های زیاد از ایتالیا هم کار حل نمی شود. از این رو یک نظر به وطن فوتبال می‌کنیم که آنجا لیدز یونایتد با برگشت دوباره به پرمیر لیگ انگلیا در بازار به هیچ کس به قول گردن نمی‌دهد. این نوبت صدبرگانی سفید با لوکاس نمیچا شرطنامه 2 ساله همکاری امضا نمودند. حمله‌ور 26 ساله چون بازیگری آزاد از وولفسبورگ به انگلیا آمد و تلاش می‌کند که لیدز یونایتد را در دیویزیون عالی فوتبال انگلیسی یک مدت درازتر باز دارد. یک داد و گرفت دیگری ترانسفری که میان نمایندگان پرمیر لیگ انگلیا و بوندسلیگا این تابستان صورت گرفت. خریداری شدن ماتیاس تل از جانب تاتنهام بر عوض 35 میلیون یورو از باواریا می باشد. کل این باوری به تل در تاتنهام البته بعد 2 گلش در 13 بازی اجاریوی زیر دست آمد و باید که او نیز این باوری را نسبت خود از دست ندهد. شرطنامه با سابق بازیگر میونخنی‌ها 6 سال را تشکیل داده. فرانسوی 20 سال از این پس تلاش میکند که جوانی علاقه یک جایزه‌دار خراسان از لندن را اندک هم باشد آرا و تارا دهد. وقتی که بارسا در خریداری نیکو ویلیامز بر عوض 58 میلیون یورو نزدیک است، رئال مادرید باشد علاقه یک استعداد دیگری خرید. این هم فرانکو ماستانتوانو 17 ساله است که از ریور پلیت با شرطنامه مهلتش تا سال 2031 به مادرید آمد. بازیگر کناری سمت راست برای دسته پرس 45 میلیون یورو ارزش پیدا نمود و به صف دسته مادریدی باشد ماه آگوست همراه می شود. ماستانتوانو در صف ریور پلیت علاقه 61 بازی گذرانیده در حساب خویش 10 گل و 7 ارسال گلی هم دارد. نمیدانم او مثل اندریک بیشتر در احتیاط مادریدیان حیات پشت سر میکند یا نه، ولی از جانب دیگر استراتژی جلب استعدادهای جوان خود از جانب مادریدیان برای دشمنان یک خطری بزرگ است. این بود پایان برنامه ترانسفر در عمل. تنسیت و پولدار باشید.